جوشونده من چی شد؟ گلگاف زبون من رو چرا نمیدهندی؟ ای داروهای ما را بده ای وزیر. سمبل و تیپ بنده رو چه کردی؟ بابا مریضمون مرد، داروها رو بده. ساکت بابا، سرمان را بردید. مگر شما چقدر دیگر عمر میکنیدندی؟ الکی پولتان را هدر ندهید. مریضتان فردا میمیرد، داروها روی دستتان باد میکنندی. بیا وزیر جان، این هم از نسخه. فقط داروها رو زودتر بده که مریضمون دراز به دراز افتادندی. آخر اینجا نوشته مریضتان 80 سالش هست. ببین فرفر جان، این مریضتان تا همینجا هم از دست اسرائیل فرار کردندی. بی خیال دارو بشو، الکی خرج روی دست ما نذار. بابا این داروها مال بیماری لاعلاجه، بخوای نخوای مریضتون مردنیه. بابا خفه کردی تو ما رو. مریض ما خودش اسرائیل رو کلافه کرده. دارو رو بده. این پولو نگه دار برای مراسم کفن و دفنش. عجب آدم زبون نفهمی هستی تو. بابا هی من میخوام اسم مریضمون رو نیارم، نمیذاری که. مریض ما کت خدا. حالا زود دارو رو بده، میخوام برم. وای کت خدا، ای جونم. آقا داروها رو بیارید، کت خدا داره از دست میره. جوان ناکاممون داره از دست میره. داروها رو بیارید.